بر اینو میمو خاک دایا تیای حاجت کنه 100 سالت کنه دولت ازایت کنه اکای جو دو درای جون بکشم در خاکی پاتو یاردمم کنه خلا این خطی به خود چیه؟ خطی به فوت هم چیه مصفید سلام برادران عزیز یک خلا از نویه توچکوبود به خونه ما را آمده که بیا به نوار بگیره خونه ما مقصد مردم یاردم میکنن ما حوزی از نویه رشت به نویه توچکوبود سفر دارم برادران عزیز همه یک جای ویدیو رو تماشا میکنیم این خلا شوهر نداره یک دخترچه میده داره و دو پسر بچه میده داره قوای کاری نداره مقصد خونه‌هاش کهنه گفتگی میریم حوزی در دهه غلمانی نویه توچکوبود همه کسا میریم میبینیم مقصد کسی که میتونه به خاطر صاحب یاردمش کنه امروز که این ویدیو از دست ما میبیه رفتیم به خاطر خدا ویدیوش کردیم ویدیو تماشا کنیم همش میفهمیم. السلام علیکم برادران عزیز تماشاگران کانال غرام لایف برادران عزیز راست گپ به این خلایی که میبینی ای توچکوبود ای دهه غلمان یک روز مقصد به هم قشلاق به سر ما رفته بودن که شرایط هم وضمینن یک ویدیو کنه مردم یاردم کنن خیلی شرایط زندگیش مقصد هسته شوهر نداره حالی خطی وفات شوهرش نشون میکنیم اینجا مقصد آقیل علاو خونه بنیه یگان چی نداره خونه هاش هم با یعنی که کهنه هنوز خیلی با خوله را خیلی چه میپرسیم برادران عزیز کسی که میتونه برادران عزیز بازی کارتش خوله میگه همشه به خاطر خدا به خاطر ثواب یاردم کنه با دو فرزند یعنی دو بچه بیمار داره بعد یک دخترچه داره خیلی میده یگان قوای کاری نداره برادران عزیز اگر کسی که شرایط داری یاردم کنه کسی که نداره این ویدیو را پهن کن انشالله که در همین ثواب همراه میشه خیلی خوله جان با خودت گپ زنه از بو میریم به سلام علیکم اخوها دادرها برادرها مقصان شرایط ندارم اکای جان سه یتیمی بیمار دارم هر سه شفیره سکرگیان دو تا بچه دارم یک تا دختر هر دو بچه اکم در مکتب نوگل میخونم به پدرم سینف یک سینف سه در خچکش از گوشت زایتی در گرده هاش سنگن امو را باید ملیچه میکنم شرایط ندارم اینا خونه دارم زندگیم به حد بیزه بیداداره و اخوها به خاطر اولاد داشته باشه صدقه پیش فطور یاردم کنه من یک کلبه به همه فرزندان مکنم که خونم میگرم به این مستفگه دبالان به خاطر اولاد اخوها داداره و بچه های جون یاردم کنه برای یک در خونه اینا داداره بدروی خونه ما بینه اینا فوندمی توی درمی خونه نبینه که همش گشتگی غرامگیدگی است اینجا چه خلا؟ اینجا علا خونه همشون غرامگیدگی داره نبره بینه جای نونبندیه؟ جای نونبندیه همش غرامگیدگی داده ندارم شرایط درست کنه به خاطر اولاد داشته باشه یادم کنه سوام میگیره بیا برین درو بیا سکر کن این چیه؟ خطی وفاتی این خطی وفات دانسته چیه؟ خرطانه همون برای پسپورت هم گرفتنه یعنی کاغذی کم بیزاکیمه خطی وفات بگه باور نکنی میگم میشه بود بگه پسپورت ما میگیره خوش بچه خیلی کتا داره خدا یعنی کتا ها اینو مفهمه خودت بگم اینو مفهمه چیه؟ شریف ها زیرک بود همون مقصد کوچه همون اونه رقم دقیقه چند اصلا نمیتونم نمیتونی خونده این برادران عزیز حال با در پیشش میارم همه چی را زایگول شریف ها نامری کارتش 50 58 27 04 56 75 57 34
این امانت بانک ای بعد ایرسک زنده میشه؟ ها ایرسک میگذارن دادرم شدگی. خیلی بردان عزیز این میگه خلاتی دیگه کارت نداشت، فقط یک کارت داره. امانت بانک ما گفتیم دوشنبه سیتی داشته باشیم اونمش میگه ندارم. خلا دایی کدوم نمره تلفن؟ 930 01 06 90 01 06 90. اینا برادران عزیز مقصد کارتش امانت بانک. خیلی برادران عزیز کسی که میتونه به خاطر خدا به خاطر ثواب و همین عائله بگیم کمبیزاعت کمک کنه انشالله که در قیامت صاحبان سرت میشه. خب خلا چی گفتن اینگه خدا؟ اکای جان من دعوت دارم که یک خونه حکم کنه که خونه ها میخرم بنده بلوی فرزندام همه یک خونه من دعوت دارم به خاطر اولاد یاردم کنه. خیلی خلا جان به همه آدمایی که مقصد یاردم اینا سر میخشو میزنن یا دعا شکتیا ما میخیزیم خدا امر دراز شکتیا تن صحت شکتیا داره نیکی دایت شکنه حاجی شکنه رحم یتیمای به فرزندیم نه و خوردن رحمی و را خدا بخوره در امان خدا باشه نگهبانی بچه ها خدا باشه خیلی کارگیش رو به درگاهش قبول کنه. اکاهای جو دادرای جو به خاطر اولاد به خاطر سه یتیمی تای کارچه من یاردم ممکنه که من سه را تای کارچه گذاروندم. سه طرف پیره سکرگی مکه جو شرایط ندارم. اکاهای جو دادرهای جون بکشم در خاکی پا تو یاردم کنه. چیکار کنم این خونه منم هم گرم بید اگه دیوال میوالم شرایط ندارم. اکاهای جو دادرهای جو و خاطر اولاد دستگیریم کنه. خلا این خطی بفوت چه؟ خطی بفوت هم چیه مصفید؟ برادران عزیز خیلی که ما در هر ویدیو مقصد میریم و نوار میگیریم همجا همسینفا یا که برادرای هستن که مقصد ما میگیم همه خیلی کاری خیر میریم سهم خچو میگذارن. یک برادرم مقصد هم خیلی کار میریم سهم خچه گذاشته 500 سون گفت که خونه را بر اینومی ما خیر کده یا حاجیت کنه 100 سالت کنه دولت تزاید کنه رحم یتیمی به پدر من شما خورده رحم شما را خدا بخوره در امان خدا نگهبانت باشه. ای دادر جون شیرین رحمت کنه گذشتگان تا. برادرای عزیز خیر کنه انشالله که ثواب میگیری برای آینده خودتو. خداوند همه تا نگهبان باشه.